اعتراض بر ضد رهایی منصبداران رشوه‌خوار پایتخت رومانیا را به صحنه برخورد شدید جمع آمدگان با پلیس تبدیل داد. روز چهارشنبه تخمیناً 130,000 نفر در نزد بینای حکومت رومانیا جمع شدند. آنها طلب دارند که حکومت قرار عفو منصبداران متهم به رشوه‌ستانی را لغو کند. بعضی اعتراضگران به طرف پلیس سنگ و آتشپاره هوا دادند. این سوء استفاده روی راست حکومت و ضربه به دموکراسی است. این کار مخالف سمتگیری دولت ما است. قرار سوال برانگیز حکومت زیر نظر حزب سوسیال دموکرات رومانیا امکان می‌دهد که رهبر حزب حاکم از مسئولیت شانه خالی کند. او به سوء استفاده از قدرت متهم شده است. حکومت اصرار دارد که هدف از این اقدام سبک کردن وضع محبس‌های پرازدحام کشور است، ولی اعتراضگران به این اظهارات باور ندارند. ما پول جمع میکنیم که محبس‌های نو ساخته شوند و برای جنایتکاران در زندان‌ها جای کافی باشد. اعتراضهای شبه در 50 شهر رومانیا برپا گردیدند. رسانه‌های محلی میگویند که بعد انقلاب سال 1989 که کمونیست‌ها را برکنار کرد، رومانیا شاهد چنین اعتراضها نبود. روز پنجشنبه مقامداران اتحادیه اروپا در بروسل هشدار دادند که رومانیا نباید از مبارزه با فساد دست کشد. شما این کار را به منفعت مردم اجرا میکنید. مردم رومانیا حق دارد که در کشور آزاد از فساد زندگی کنند. پرزیدنت رومانیا یوهانس کلاوس به مردم اعتراضگر پیوست و روز پنجشنبه از دادگاه کنستیتوسیون طلب کرد که اجرای قرار حکومت را متوقف نماید. اعتراضگران وعده دادند که تا زمان لغو قرار اخیر حکومت و تحکیم مبارزه با فساد گردی هماییشان را ادامه می‌دهند.